داداش قبل کشف زبان مردم با چه زبانی فکر میکردن؟ دوری کنیم از هم. داداش چرا میگیم 300 مگه 3 تا 100 نیست؟ این دفعه خونت با خودت. داداش چرا پلنگ صورتی همیشه لخ بود ولی وقتی میرفت کنار دریا شورت میپوشید؟ داداش چرا رگ دستمون رو بزنیم میمیریم ولی دستمون قطع بشه نمیمیریم؟ بعد این داستان میکشمت. داداش کی به اولین معلم درس داد؟ جالب بود. داداش وقتی هواپیما سقوط میکنه تنها چیزی که سالم میمونه جعبه سیاهه. چرا کل هواپیما رو از جعبه سیاه درست نمیکنن؟ بهتر خودت هم بری تو جعبه سیاه چون بعد این داستان میکشم. حالا کسی دیدی کوکیلو بره احمدی باشه؟ داداش چرا همه بابا از ماکارونی بعدشون میاد؟ راست میگی بابا هم دوست نداره ماکارونی ولی این چیز تغییر نمیده. داداش سوپ تشکیل شده از آب، گوشت، نمک و سبزیجاته پس اقیانوس اینو سوپه. تمام شد داره؟ سوپ